و یک از شومنایی کوپا دل ری خوش آمده بارسلونا مول بتیس. لامین یامال داخل بازی وارد میشه و اینم بازیکنای بتیس، اروخویی که جام سوپرکاپ میبره بعد بالا، جامی که در مقابل رئال مادرید 5 شکستن. پدری پا و تو، پدری دریبل میکنه بازیکن، پدری پاس برای اولمو پاس برای گاوی کنترل با پای راست و توی دروازه. چه گل میزنه گاوی چه گل! بازیکن 1-0 دقیقه 3 بازی پیش میندازه. بارسلونا 1 رئال بتیس 0. گاوی یک پاس خیلی قشنگ دنی اولمو، ببینید کنترل پای راست و درجا با ضربه پای چپ نگاه کنه دروازه رئال بتیس دقیقه 3 بازی باز میکنه. کنده پا و توپ، پاس برای گاوی ساند میکنه و اولمو ضربه اولمو رو دروازه میگیره. چه ضربه ای زد اولمو و چه عکس العمل نشون داد دروازه‌بان رئال بتیس. نگاه کنه 6 قدمی شوت اولمو رو گرفت. کوباسی پا و توپ، کوباسی پاس برای جرارد مارتین پاس برای اولمو شوت میزنه. اولمو تیرک، رافینیا که دروازه خالی رو نتونست گل بزنه. نگاه کنید چه پاس داد به اولمو ضربه خیلی قشنگ و رافینیایی که کنترل اولش خوب نبود و نتونست توپ به گل تبدیل کنه. پدری پا و توپ، پدری پاس برای یامال پاس تک ضربه برای کنده و توی دروازه. چه گل میزنه جولز کنده. بارسلونا 2-0 جلو مندازه دقیقه 27 بازی. جولز کنده ای که هدف راست پیش آمد و خیلی پاس قشنگ لامین یامال را تونست به گل تبدیل کنه. جولز کنده چه یک شوت مزد. اینم لایی لامین یامال که نمره 15 بتیس زد. رئال بتیس سام میکنه و چه یک عکس العمل نشان میده ایناکی پنیا. توپ 100% را تونست بگیره. دروازه‌بان نشان میده که با یک سمرمالایش دروازه‌بان بهتر از نسبت به چسنیه. پاس برای لامین یامال پا و توپ، لامین یامال پاس میده برای کنده شوت توی دروازه. چه گل میزنه جولز کنده. توپ در 3 کنج و 90 درجه گل میرسونه ولی آفساید. گل آفساید بود. نگاه کنید. بله وی آر نشان میده که پای چپ جولز کنده سانتیمتری در آفساید بود. لامین یامال پا و توپ دریبل میکنه. لامین یامال میخواد شوت بزنه، پاس میده و رافینیا چه گل میزنه. رافینیا گل اول خود و گل سوم بارسلونا دقیقه 58 به ثمر میرسونه. رافینیا نکنه لامین یامال چه قشنگ دریبل کرد بازیکن هافک رئال بتیس را پا و توپ همچنین پیش میرفت که دفاع را دریبل کرد، آمد شوت بزنه که هول داد و این شوت از او پاس تبدیل شد برای رافینیایی که موقعیت ها خوراکش است. شوت پدری را میگیره. اولمو پاس میده برای فران تورس تک به تک با دروازه و شوت توی دروازه. چه گل میزنه فران تورس. دقیقه 67 بازی بارسلونا رو 4-0 پیش میاندازه. پاس طلایی دنی اولمو، کنترل استثنایی و ضربه ثانیه‌ای فران تورس که به کنج دروازه میره. فمی لوپز پاس به لامین یامال تک به تک با دروازه. لامین یامال گل چه گل میزنه لامین یامال. گل پنجم بارسلونا رو دقیقه 75 بازی به ثمر میرسونه. ولی آفساید نیست. گل قبول است و گل اول لامین یامال با این گل خود بازی خیلی خوب خود در این بازی نشان داد. لامین یامال 17 ساله گل قشنگ زد. رئال بتیس دفاع چپش با توپ و خطا، پنالتی به نفع تیم رئال بتیس. ببینیم چی شد. کنده باید خطا زده باشه. بله پای راست خودمان رو پا چپ بازیکن رئال بتیس ویکتور روکه پنالتی را میزنه. ویکتور روکه بازیکن قرضی تیم بارسلونا به رئال بتیس است. ببینیم چی میکنه ویکتور روکه و توی دروازه چه گل میزنه. توپ به جایی رساند که ایناکی پنیا دستش نمیرسید. ویکتور روکه توپ
از زیر دست ایناکی پنیا به گل تبدیل میشه. ویکتور روکه بازیکن قرضی تیم بارسلونا به رئال بتیس و بارسلونا یک هشتم نهایی بتیس را 5-1 میبره در خانه خودش در شهر بارسلونا.